داستان طاعون در وینچگاو، اثر یاکوب واسرمان. در آغاز سده 17 دره وینچگاو چندان دور افتاده تر و کم جمعیت تر از امروز نبود. دیواره کوههای حاشیه این دره سراشیب و عاری از درخت است. از لابلای دره‌های متعدد صخره‌ای قله‌های سر به فلک کشیده کوه‌ها به چشم می‌خورد. قله‌های خشن و اخرایی رنگ تکسل، دیواره‌های سیاه و تیره رنگ لودنر و چیگات، سلسله کوه‌های پرصلابت لازر و تخت سنگ‌های قهوه‌ای و زرد رنگی که سر به فلک کشیدند. بر چمنزارهای شیبدار گل‌هایی از کوه‌های آلپ می‌درخشند. بزهای سیاه تا دهانه غارهای فراز صخره‌ها در حال چرا هستند. گاوها با کپل‌های لاغرشان در سراسر این پهنه تا لحظه‌ای که یکی تسلیم دیگری شود با هم می‌جنگند. آبشارهایی با کف سفید به رودخانه اچ می‌ریزند. تیرگی نافذ گذرگاه‌های تنگ و طولانی و گردنه‌های پرپیچ و خم در بخش‌های داخلی کوهستان انسان را دستخوش احساس انزوایی ژرف می‌سازد. پیش که برویم روی لایه‌های سنگی شکافدار قلعه‌ای قدیمی به چشم می‌آید. تابستان درختان بادام و شاهبلوط را به شکوفه می‌نشاند و تاک‌ها تا مکانی که رودخانه دره شلاندر به دریا می‌ریزد دور سنگ‌ها و کلوخ‌ها حلقه زدند. اما در عوض زمستان دره فصل دشواری است و این بدان معناست که یک نواختی کسل کننده ماه اکتبر تا آوریل تقریباً همه کارمندان دولت را به هیئت انسان‌های معتاد در می‌آورد. در جاده پستی فینسترمونتس که از گردنه شتیلفر می‌گذرد 8 ماه متوالی برف باریده است. فقط عبور از مسیری که به مران می‌رود خالی از دردسر است. در آنجا مردم ساده‌ای زندگی می‌کنند که بسیار می‌خندند و کم می‌اندیشند. اما در وینچگاو مردم بسیار می‌اندیشند. مردم این شهر لاغرندام، کم حرف و هوشیار هستند و از 300 سال پیش تا کنون در اساس زندگی خود چندان تغییری ایجاد نکردند. شاید تصور کنیم در جهانی که طبیعت پرصلابت آن در دراز مدت مخلوقات را چنان با سرسختی پرورش داده است، جوانی و زیبایی از اهمیت و اعتبار برخوردار نخواهد بود. به رغم این سخنان، امروزه هنوز هم در وینچگاو از رویدادی احساسات برانگیز یاد می شود. شاید دلیل یادآوری این خاطره شرایط خاص حاکم در زمان این رویداد باشد. داستان ما داستان واقعی است که میان 2 خانواده لادورنر و تاپینر رخ داده است. این 2 خانواده دشمن خونی یکدیگر بودند و در 2 روستا در سمت چپ و راست دره لاشندر که رودخانه اچ در آن جریان داشت زندگی می‌کردند. لادورنرها در گلدر این و تاپینرها در مورتر ساکن بودند. اختلاف آنان از چندین نسل پیش آغاز شده بود، اما کسی از علت آن آگاه نبود. برخی می‌گفتند جدل بر سر یک پل ویرانه بوده است و برخی دیگر ادعا می‌کردند که علت آن عدم توافق بر سر اجازه شکار بوده است. نمی‌خواهم در این زمینه زیاده گویی کنم. به هر حال این یک نفرت شدید روستایی همراه با حس حسادت بود، تا حدی که خون جلوی چشم افراد را گرفته بود. بارها شنیدم و در آثار ادبی نیز خواندم که همین دشمنی‌های نسل در نسل میان 2 خانواده در نزدیکی هم به طور ناگهانی و همراه با مقاومتی طبیعی علیه ممنوعیت‌های ناخوشایند دیرینه به دنبال خود پیوندی میان 2 قلب به همراه آوردند و عنصر عشق را در رویارویی با نفرت قرار دادند. اما در این مورد خاص که حکایت می‌کنم، اگر طرفین دعوا توانستند به توافقی دست یابند، نه به علت قوی‌تر بودن عشق، بلکه به این سبب بوده است که بلایی همه‌گیر به مرگ عاشق و معشوق انجامیده است.
در سال 1914 در صبح یک شنبه عید 50 روز پس از عید پاک که به مناسبت نزول روح القدس جشن گرفته میشه. در محوطه بازار روز شلاندر اعضای سیرکی چادر زده بودند. آنان ایتالیایی هایی بودند که یک شعبده باز، یک بندباز، یک پزشک معجزه‌گر، یک ورزشکار و از همه مهمتر یک گوریل همراه خود داشتند. این گوریل ماده تا حدودی کنجکاوی و تا حدودی خوف برمی‌انگیخت، زیرا به رغم شباهتش با انسان از خود گونه‌ای وحشیگری توصیف ناپذیر نشان می‌داد. حتی افراد گروه هم که این حیوان را به تازگی از بازرگانان مراکشی در ونیز خریده بودند به هیچ وجه در برابر او احساس امنیت نمی‌کردند و شبها نیز او را در قفس محبوس نگه می‌داشتند. در ازدحام اطراف میدان 3 مرد خانواده لادونر با فرانتس تاپینر که در آن جمع چند رفیق از اهالی مورتر دست و پا کرده بود بحث می‌کردند. حتی وقتی رومیلد رادونر دختر جوان خانواده لادونر دستش را بر بازوی پدرش گذاشت و به او گوشزد کرد که در قبال تاپینرها خونسردی خود را حفظ کند، به نظر نمی‌رسید که در رد و بدل شدن نگاه‌های غضب‌آلود و خصمانه تخفیفی داده شده باشد. وقتی فرانتس تاپینر متوجه شد که دختر مانند حیوان جوانی شانه‌ها و دندان‌هایی قدرتمند و محکم دارد، یک گام به سوی او برداشت. فرانتس پیش از این او را ندیده بود. دختر مقاومت کرد و مانند عقاب به فرانتس خیره شد تا اینکه پسردایی او از ناخوشایندی اوضاع بو برد. دست او را گرفت و از آنجا دورش کرد. تاپینر جوان همچون شناگری با فشار از میان ازدحام جمعیت گذشت. وقتی فرانتس در پی رومیلد به طنابی رسید که تماشاچیان را از دورگردان جدا می‌کرد، گوریل در لباس یک دوشیزه موقر نمایش خود را آغاز کرد. کرنش کنان بالا و پایین می‌رفت و با یک باد بزن فلورانسی خود را باد می‌زد. روستاییان حیرت زده پوزخند می‌زدند. در این لحظه ناگهان گوریل از حرکت ایستاد و نگاه ناآرام چشمان درخشانش را روی جمعیتی که گرد آمده بودند به حرکت درآورد. در چهرهش حس برتری‌جویی شیطانی خوانده می‌شد که از قدرتی مهیب برخوردار است. در این لحظه بود که نگاه او بر چهره رومیلد جوان ثابت ماند. به نظر می رسید که نسبت به آن موجود انسانی ظریف دچار عناد شده است. دندانهایش را با ظرافتی هراسناک نشان میداد و با یک جهش از سکوی نمایش پایین پرید. در حین پرش دامن ابریشمیش به میخی گیر کرد و پاره شد. ایوان دستهای بیش از حد بلندش را از هم گشود تا دختر را لمس کند. جمعیت با فریاد یک صدا از وحشت به عقب رفتند. فقط رومیلد بود که با حالتی که گویی پاهایش به زمین میخکوب شده باشد بی حرکت بر جای مانده بود. در همین لحظه دستی بازوی گوریل را چنگ زد. فرانتس تاپیر بود که به رغم سن کم تصور میکرد از قدرتی بسیار برخوردار است و میتواند بازوی استخوانی و لاغر آن حیوان خوفناک را به سادگی مهار کند. اما کمی بعد احساس کرد بازویش چنان با قدرت فشرده می شود که نالان به زانو در آمد. در یک آن محوطه اطراف او و رومیلد که فریاد قرنده و خشن حیوان در آن طنین انداخته بود از جمعیت خالی شد. مردم با یورشی تقریباً بی صدا پا به فرار گذاشتند. حتی شعبده بازهای وحشت زده نیز که به قابلیت‌های خود اطمینان داشتند عجز و لابه کنان به دنبال آنان از معرکه گریختند. فقط بندباز خونسردی خود را حفظ کرد. او زنجیر ضخیمی را که از زیر دامن گوریل به مچ پایش بسته شده بود گرفت تا آن را محکم به دیرکی ببندد. وقتی چهره رنگ پریده زنی بیمار و مفلوک که بسیار آشفته مینمود از پنجره کوچک کاروان مسافرتی نمایان شد، گوریل ماده به عقب بازگشت و مانند سگی تنبیه شده به روی سکو برگشت. احتمالاً زن کلام آشنایی به زبان آورده بود که گوریل با زانوان خم شده روی زمین چمپاته زد و آرواره‌های خالیش را جنباند و گویی اندیشه‌های شرارانه‌ای در سر داشته باشد سرش را بالا گرفت و به سردر کاروان خیره ماند. در این میان دکتر معجزه‌گر
به سوی فرانتس رفت و به او گفت کتش را درآورد. او جراحتی را که بالای آرنج فرانتس ایجاد شده بود شستشو داد و پمادی روی آن مالید که بوی عسل میداد. رومیلد غیب شده بود. فرانتس صدای گفتگوی پر سر صدا و مخشوش همراهانش را که اکنون بار دیگر به او نزدیک شده بودند به خوبی نمیشنید. باید صبر میکرد تا هوا تاریک شود. به محض تاریک شدن هوا مانند یک فراری با شتاب از جلوی باغ‌ها و میخانه‌ها گذشت. درون میخانه‌ها تا آنجا که چشم کار میکرد اهالی وینچگاو پشت میزها و روی نیمکت‌هایی نشسته بودند که نجاری با شتاب ساخته بود. همه درباره حادثه هیجان انگیزی که رخ داده بود صحبت می‌کردند. اهالی گلدراین معمولاً در بخش پشتی میخانه می‌نشستند. در همان حال که فرانتس پشت میخانه کنار در ایستاده و سالن نورانی آن را به دقت زیر نظر گرفته بود، متوجه سایه‌ای شد که رویش افتاد. وقتی سرش را بلند کرد، رومیلد را در کنار خود دید. آن دو بیدرنگ از کنار در دور و معماگونه در تاریکی شب ناپدید شدند. دهقانی سالخورده از طایفه لادونر با نگاهی نافذ که از آن هراسی ابلهانه هویدا بود آن دو را تعقیب کرد. آنان دامنه کوههای غول‌پیکر و سیاه رنگ را به سمت دره و به سوی روستای زادگاه رومیلد پایین رفتند. هر دو احساس مشابهی از خطر داشتند. وقتی در سمت چپ آنان تنگه‌ای پدیدار شد، بی آنکه از پیش با یکدیگر توافق کرده باشند، ناخودآگاه از کنار نهر خروشان بالا رفتند. هرچه بالا می رفتند شب روشن‌تر می شد. رودخانه در عمق دره مانند نواری سفید رنگ در جریان و آسمان بر فراز سرشان به سان پرچمی زینت داده شده با جواهرات در اهتزاز بود. صخره‌های به هم فشرده کوره راه کنار نهر را غیر قابل عبور می کردند. مسیری را که به طرف تپه‌ای کوتاه منتهی می‌شد در پیش گرفتند، یعنی مکانی که کلیسای کوچک سن مارتین قرار داشت. جلوی یک کلیسای کوچک زانو زدند و دعا کردند. بعد همدیگر را بوسیدند و برای نخستین بار یکدیگر را به نام کوچک صدا زدند. پس از آن به جای آنکه به روستا بازگردند، به پیاده‌روی خود در عمق کوهستان ادامه دادند تا بستری برای عقد پیمان زناشویی خود بیابند. گام برداشتن نخوت‌آمیز رومیل و راست نگه داشتن سرش که به خاطر حمل ظروف سنگین آب از ویژگی‌های دختران منطقه بود، به نوعی کاهلی زنانه و لطافتی همراه با ظرافت بدل شده بود. زمانی که گردنه یخی آنجلوس فضای تیره و تار لابلای کاج‌ها و صخره‌ها را پشت سر می‌گذاشتند، از فاصله گرفتن با زادگاهشان چندان ناخشنود نبودند. بعد چشمان خود را به روی جهانی که میتوانست همانند خودشان دلفریب و رویایی باشد بستند و به خواب رفتند. صدای ناقوس کلیسا که صبح روز بعد از درون در بلند شد آنان را از پناهگاهشان بیرون کشید. مدتی بعد به کلبه‌ای چوپانی رسیدند و در آنجا با شیر و نان پذیرایی شدند. سپس به راهشان ادامه دادند. ظهر و شب نیز گرسنگی خود را با آذوقه‌ای که چوپانان با آنان میدادند برطرف کردند. روزهای بعد نیز همین کار را انجام دادند. شب که میشد به نظرشان میرسید که آسمان و آفتاب را تنها یک لحظه در طول روز دیدند، زیرا تاریکی برایشان طبیعی‌تر و خواستنی‌تر بود. تا مدتی نامعلوم به این ترتیب زندگی کردند. دقیقاً به کودکانی سرگردان شبیه بودند، غرق در یکدیگر، بی آنکه از گذشته یادی کنند، بدون اندیشه به آینده و با حال و هوایی از شیفتگی و در بیم و امید. زیرا هراس از آنچه در میان مردم در انتظارشان بود ایشان را کماکان در انزوا نگه می داشت. روزی چوپانی که یک بار پیش از آن ایشان را از دور با تعجب نگریسته بود نزد آنان آمد. چوپان آن دو را شناخت، با حجب و حیا پیش رویشان ایستاد و چهره‌ای جدی به خود گرفت. از او پرسیدند آن پایین در آن حوالی چه خبر است؟ و او حکایت کرد که اهالی گلدراین در نخستین دوشنبه پس از عید پنجاهه از رودخانه عبور کردند تا مرد جوانی از اهالی مورتره را به جرم فراری دادن دختری از کانون خانواده‌اش محاکمه کنند. اما گویا اهالی مورتره این اتهام را نپذیرفتند و در عوض شکایت کردند که آنان به این تاپینر جوان توهین کردند. جدال آنان تا آنقدر به طول انجامید که اهالی مورتره دست به تفنگ شکاری بردند تا بیگانگان را از آنجا برانند. اما از فردای آن روز ابتدا شایعه و سپس یقین حاصل شده بود که در شلاندر بیماری طاعون شیوع یافته است.
میمونی که سیرک با خود آورده بود ناقل این بیماری شناخته شده بود. تلفات بسیاری ایجاد شده بود. دیگر از اقدامات خصمانه میان دو روستا حرف و سخنی در بین نبود. مردم به این نتیجه رسیده بودند که میمون ماده به روشی اسرارآمیز آن دو جوان را جادو کرده است. چوپان پیر سخنانش را با این عبارت خاتمه داد: حرف مرا گوش کنید و نزد بستگانتان بازگردید تا جادو باطل شود. فرانتس و رومیلد به نصیحت چوپان عمل کردند و وحشت زده راه خانه را در پیش گرفتند. تمامی نیکبختیشان جای خود را به غم و اندوه داده بود، دقیقاً مانند چندی پیش که از نخستین هماغوشی با یکدیگر لذتی نبرده بودند، زیرا تصویر خوفناک آن میمون ماده هنوز از ذهنشان محو نشده بود. غروب به پایین کوه رسیدند، بار دیگر همدیگر را در آغوش گرفتند، دستان داغ یکدیگر را فشردند. نگاهی دیگر و در حین دور شدن نیز نگاهی دیگر به یکدیگر انداختند و هر یک به راه خود رفتند. در کوچه های ده سکوت مطلق حکم فرما بود. در هیچ خانه‌ای چراغی روشن نبود. همه درها نیز بسته بودند. وقتی فرانتس وارد ده شد، هیچ چهره آشنایی به او خوش آمد نگفت. در همه جا سکوت و تاریکی برقرار بود. در خانه را به صدا درآورد. صدای هیچ جنبشی از داخل به گوش نرسید. بعد از اینکه سوت معروف خود را زد، صدای خشخشی از پشت کرکره‌ها شنیده شد. پنجره‌ای باز شد و چهره رنگ پریده مادرش به او نگریست. مادر فریاد زنان پدر و برادرش را صدا زد. او را به داخل خانه بردند، اما از آنجا که همه پرسش‌ها را ناقص پاسخ می‌داد و سرانجام هم سکوت اختیار کرد، همه به او چنان خیره شدند که گویی روح است. جدیدترین خبر این بود که میمون ماده از سیرک گریخته و در دره مخفی شده است و هر کس به او نزدیک شود به بیماری طاعون مبتلا می شود. در روستاهای اطراف هم تا آن لحظه صدها نفر قربانی شده بودند. تازه وارد ساکت و بی آنکه کلامی بر زبان آورد به سخن آنان گوش میداد. همین بی‌دغدغگی ظاهری او خشم برادرش را برانگیخت. او همه گناهان را به گردن فرانتس انداخت و گفت اگر به آن میمون دست نزده بودی این ناحیه دچار این بلا نشده بود. تو با دختری از خانواده لادونر فرار کرده ای و برای همین نفرین تو گریبانگیر ما شده است و ما همگی به مرگ محکوم شده ایم. در این لحظه خواهر او فریادی بلند و هراسناک سر داد و با لکنت گفت که سایه ترسناک میمون روی پنجره که هنوز باز بود افتاده است. مادر به پای فرانتس افتاد و سوگندش داد که از آن دختر دست بکشد. بعد در حالی که می‌لرزید از جای خود بلند شد. گویا هیچ نمی‌فهمید چه می‌کند. گویی می‌خواست بگریزد، چرا که دستگیره در را در دست داشت. در این لحظه خواهر با لحنی تبالود التماس کنان تمنای مادر را تکرار کرد. فرانتس متوجه شد که خواهرش نیز بیمار شده است، زیرا چهرهش درست مانند چهره همان زنی است که از پنجره کاروان سیرک بیرون را نگریسته بود. به رنگ سرب در آمده بود. فرانتس پشت میز نشست و گریست. صبح روز بعد ابتدا روی دستان خواهر جوش‌هایی ظاهر شد و کم کم گوشت بدنش تحلیل رفت. چهره خواهر هنگام مرگ به آن گوریل شبیه شده بود. گاوها در استبل‌ها گرسنگی می‌کشیدند. ما کشیدن آنها تنها نشانه زندگی در آن حوالی بود. همسایه‌ها از ظاهر شدن در جلوی چشم یکدیگر پرهیز می‌کردند. به نظر می‌رسید آسمان سیاه و هوا متعفن شده است. روز مایه هراس بود. مردم از شب و سایه ها نیز می گریختند و آب و باد نیز مرگبار شده بود. راهب‌های صومعه کارت‌هویز از روستایی به روستای دیگر می رفتند. جلوی در خانه ها اجساد را تبرک می کردند و بیماران آشفته حال را تسلی می دادند. در جاده‌های روستایی هیچ آبری جز این عده به چشم نمی‌خورد. دیگر صدای شیپور نامه‌رسان به گوش نمی‌رسید. چوبانان در خانه‌هایشان مانده بودند. دیگر صدای ناقوس در کوه‌ها طنین انداز نمی‌شد. مردم از ترس آن گوریل پرده‌ها را کشیده و درها را چفت و بست زده بودند. به این ترتیب درون اتاق‌های بدون هوا سرعت سرایت بیماری 2 برابر شد. فرانتس بعد از مشاهده جان دادن خواهرش شاهد مرگ برادرش نیز بود. در روز یکشنبه جشن تثلیث پدر برای نخستین بار احساس سرما کرد.
وقتی خورشید غروب کرد صدای کوبیده شدن پنجره به گوش رسید. مادر از فرط وحشت انگشتانش را به هم گره زد و فریاد کشید: آن حیوان است! آن حیوان است! بار دیگر صدای کوبیده شدن پنجره بلند شد. فرانتس کرکره را باز کرد و متوجه شد کسی زیر درخت افرایی کنار چشمه ایستاده است. رومیلد را شناخت. از درون پیاله حلبی با ولع آب می نوشید. فرانتس با 3 جست از خانه بیرون پرید. سگ خانگی با حال زار و نزار اطراف پایش نالید. دختر که از شادی زنده ماندن فرانتس به حقیق افتاده بود، او را با خود تا کنار نهر خشک شده برد. هنوز همان رفتار آمرانه و جدی را داشت، اما پوست شاداب و پرخونش از پشت سر گذاشتن انواع و اقسام رنج‌ها رنگ باخته بود. خانواده رومیلد او را مانند انسانی بی‌آبرو و مورد ناسزا قرار داده بودند. پدر کتکی زده بود، اما او به سبب عشقی که در وجودش احساس می‌کرد به خود جرأت داده بود و هراسان و تنها و البته بدون مزاحمت دیگران به دیدن او آمده بود. رومیلد پیشنهاد کرد: بیا برای یکدیگر علامتی مشخص کنیم. تو یک مشعل روشن روی بام خانه بگذار، من هم همین کار را خواهم کرد. به این ترتیب دست کم هر روز خبر زنده بودنمان را به یکدیگر خواهیم رساند. فرانتس با این پیشنهاد موافقت کرد. خانه‌هایشان در مکانهایی بود که علامت آتش بر بام یکی از خانه دیگری به چشم می آمد. نقشه را عملی کردند. هر شب حوالی ساعت 10 2 مشعل بر 2 سوی در نور می افشاند. مشعل‌ها دقیقاً به 2 ستاره زمینی شبیه بودند که به یکدیگر سلام می دادند. اما در روز 4 فرانتس احساس کرد که مرگ به سراغش آمده است. پیش از آن که در حالتی از تب و هذیان هوش و حواس خود را به کل از دست بدهد، از مادرش که قلبش از مدت‌ها پیش فسرده و ملول بود قول گرفت که هر شب به جای او آتش را بیفروزد. پیرزن چنین کرد، اگرچه احساس می‌کرد تنها در صورتی که جهان به پایان خود برسد ندای وجدانش خاموش خواهد شد، زیرا دیگر از بی‌آبرویی چیزی کم نمانده بود. اما وقتی که آخرین فرزند خانواده سلامتی خود را بازیافت، پیرزن اجر خود را گرفت و به این باور رسید که خداوند این پیوند را خجسته می‌داند. عده کمی بودند که پس از ابتلا به طاعون بار دیگر شفا یافته و زنده مانده بودند. در روز 9 فرانتس توانست برخیزد. 2 روز بعد کوشید به گلدراین برود، اما در کنار رودخانه ضعف بار دیگر بر او مستولی شد و به ناچار از قصد خود چشم پوشید. آن شب بعد از اینکه شعله مشعل را از دور دید، در حالی که مادر به میل خود آتش را بر بام خانه می‌افروخت، به خوابی آرام که از سلامتی بازیافته‌اش ناشی می‌شد فرو رفت. 2 روز بعد بار دیگر و این بار با توان و نیروی تازه به راه افتاد. برای این کار شب را انتخاب کرد. نمیخواست در روز روشن توجه خانواده ها را به خود جلب کند. نمیدانست که در روستای گلدراین دیگر دشمنی وجود ندارد و آنجا به کل از جمعیت خالی است. از روی پل که میگذشت مدت‌ها بود که تاریکی حکم فرما شده بود و او میتوانست از آسمان پرستاره زمان را تشخیص دهد. هنوز مشعل را نمیدید. میاندیشید خانه‌های ابتدای ده نمیگذارند خانه رومیلد را ببیند. اما ناگهان دید که مشعل روشن شد. خیابان ده، میدان و سرانجام خانه را نیز دید. در را کوبید و فریاد کشید، اول آهسته و بعد به صدای بلند. نه کسی جواب داد و نه صدای حرکتی شنید. بی‌صبرانه در را گشود و با ضعف و ناتوانی در دهلیز تاریک که به آشپزخانه‌ای با سقف کوتاه منتهی می‌شد دوید. در سمت چپ پنجره‌ای مشبک دیده می‌شد. مشعل از این پنجره بیرون نگه داشته شده بود. بازتاب نور مشعل به شکلی شوم و با سایه‌های لرزان فضا را روشن می‌کرد. اما این رومیلد نبود که مشعل را در دست داشت، بلکه گوریل ماده بود. حیوان در کنار پنجره دهانش را می‌جنباند، دندانهایش را به هم می‌سایید و به لب‌هایش حالت بوسه‌ای مضحک و ترسناکی می‌داد. رفتار مقلدانه و مسخره حیوان که دست خود را از پنجره بیرون نگه داشته بود با منظره بدن دخترانه و بیجانی که دقیقاً جلوی پای گوریل بر آجرهای کف خانه افتاده بود هراسناکتر می‌شد. نیمی از لباسهای دختر پاره شده
و پوست همچون برف سفیدش به خون آغشته بود. گردن دختر به نحوی که گویی شکسته شده باشد به یک سو خم شده بود. چشمان دخترک جان باخته کاملا باز بود و درخشش مشعل در زیر پنجره مشبک به آن نگاه فریبنده‌ای که حالتی از زنده بودن را القا می‌کرد می‌داد. فرانتس تاپیر مثل کسی که جمجمه‌اش خرد شده باشد نقش زمین شد. میمون مشعل را بیرون انداخت، به پسر بی‌دفاع حمله کرد و بازیگوشانه گردنش را شکست. حیوان یک بار دیگر با کند ذهنی کوشید از حرکات رومیلد زیبا تقلید نماید. از چشمان درشت و مالیخولیایی گوریل که از جنگل‌های بکر حکایت داشت خوانده می‌شد که از فاصله دور تشخیص داده است که سرنوشت شوم و درد بشری چه معنایی دارد. در این شکی نیست که گوریل کمی بعد پس از آغاز رگبارهای شدید که در حین آن از سوی دهقانان و چوپانان مورد تعقیب قرار گرفته بود در دره مارتل سرگردان شد و پس از شکسته شدن سد به دام امواج یخی گرفتار آمد و با فلاکت غرق شد.